گرمای گنا در تیرما جان هزاران نفر را میگیرد. پس از اینکه ذوق زده شدیم و گفتیم اهل شکر خدا 2 ماه بعد عیده با باد و بارون هوای خنکی گذشت، نگاه برج سیمه انگار 13 بدره تابستون خنکی داریم. آقا همین از زبونمون در گفت بیگی که اومد، زمین و زمون شده انگار دیگی که گذاشتی رو اجاق گاز برای رو بگرجه، حالا بوجوش و کی نجوش. بچه های میگه نه، یه موج گرمای گناهی از عربستان تو تیرما مثل تیر تفنگ وارد کشور میشه که در مرحله اول پیرزن و پیرمردایی که در مسیرشون باشه سانسور میکنه و میره جلو. لذا اول یه جای خونه که پیدا کنیم برای اینه ها و بعد هم محکم ببندینشون از خونکی، شاتره، خاک شیری، جوک خونکی، برنامه های تلویزیونی و بعد هم محکم ببندینشون که نرن در یه موقع به بهانه پیاده رویه که اگه گرما و خور اخدشون رحمشون نمیکنه. اما گفتن بود مراعات کنین تا تلفات کمتر بشه. استودیو فساخندی ها 7 کیلومتریه. هارون